مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 12 مارس سال 2023 در حدود نویه ورزاب در شورای دوشنبه خوجند یک باره 6 ماشین برخورد کردند و در نتیجه این صدمه یک نفر علاو گردیده دست کم 4 کس دیگر جراحت برداشتند. همچنین شهروند 37 ساله افغانستان روح الله محمدی صبح بر وقت 13 مارس ساعت 9:50 در دهه صوفیان در کنار شهر پنجکند بر اثر به یک ماشین دیگر برخوردن ماشینش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روز 12 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 12:40 راننده ماشین تمغه مرسدس منصور عبدالخلیل سال تولدش 1999 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت ولایت سوخت در حدود نویه ورزاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمده به ماشین تمغه اوپل وکتر تحت اداره راننده اکراموف بختیار برخورده است. باز او به ماشین تمغه پرادو تحت اداره راننده یعقوبوف بیروز سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه و ماشین تمغه اوپل زفیره تحت اداره راننده نورالی فردوس ساکن نویه ورزاب که به سمت ولایت سوخت حرکت کرده ایستاده بود برخورده که در این اثنا ماشین تمغه اوپل وکتر از عهده اداره حرکت ماشین نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا برمیخورد. در نتیجه مسافران داخل ماشین تمغه اوپل وکتر یتیم و گل رفتار سال تولدش 1967 ساکن نویه جامی مدینه بانوی فراجانزاده سال تولدش 1998 باقیف اوسیه سال تولدش 2018 قادر و آمینه سال تولدش 2022 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشتند. مسافر دیگر ماشین تمغه اوپل وکتر خولمتوف فراجان سال تولدش 1967 ساکن نویه جامی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح بر وقت 13 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 9:50 راننده ماشین تمغه موسی روح الله محمدی سال تولدش 1986 شهروند جمهوری اسلامی افغانستان موقتا استقامت کننده شهر پنجکند هنگام حرکت در دهه صوفیان مقابل حرکت راه برآمده به ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز که تحت اداره ساکن پنجکند قربانوف عبدالحلیم سال تولدش 1991 قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه موسی روح الله محمدی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقاتی ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیدند و 1197 تن دیگر مجروح شدند.